سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه کشتار 13 کس در کون بادام در بین 2 ماه، قاتلان در آزادی، ساکنان در ترس و هراس. بازداشت رئیس شهرک مسکو نویه حمدانی با 99500 سامانی پاره. $400,000 کجا شد؟ بحث یک صاحبکار چینی با شرکت نقش از تاجیکستان. برخورد پرقربانی قطاره بارکش با قطاره مسافربر در چیخیه. طفل 1.5 ساله مهاجران تاجیک از تیره‌زنی قبط 4 افتاده زنده ماند. و اکنون تفصیلات خبرها. کشتار پراسرار 6 عضو 2 ایله از جماعت لاهوتی در کنار شهر کون بادام که شب 28 ماه سال 2024 رخ داد، اینک چند روز باز یک خبر اول ورد زبان مردم و مقامات در تاجیکستان باقی مونده تا حال در آزادی قرار داشتن قاتلان ساکنان کون بادام را همچنان در حالت ترس و هراس و تهلکه نگاه می‌دارد. اما معلوم می شود که تنها در 2 ماه اخیر از پایان ماه مارس تا پایان ماه مای سال 2024 در کون بادام الکی 13 نفر به چنین صورت پراسرار کشته شدند و آنچه که این همه کشتار را به یکدیگر می پیوندد خصوصیت اویلوی داشتن این جنایت های سنگین است، یعنی قاتلان در هر مورد اعضای یک اویله را قتل کردند. این سلسله کشتارها از کشتار 5 عضو خانواده شریپوف در کون بادام آغاز یافت. اون وقت مقامات این فرضیه را مطرح کرده بودند که گویا شهروند محیدین بای شریپوف 65 ساله ساکن شهر کون بادام در منزل استقامتیش همسرش میرم شریپوف و کلینش فیروزه شریپوف و نبیرگانش ابوبکر شریپوف خواننده صنف 3 و عزیزه شریپوف خواننده صنف 1 را برای احتمالی بوغی کردن به هلاکت رسانیده است. بعد این حالت محیدین بای شریپوف خودش را نیز برای آویختن به هلاکت رسانیده است. محیدین بای شریپوف صاحب 3 پسر بود که هر 3 در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشتند. اما اینکه محیدین بای شریپوف گرفتار بیماری‌های روحی و نرکولوژی نبود و پیش یگان بار سودم نشده بود، شک و گمان‌های را هنوز همان وقت به وجود آورده بود که آیا یک مرد سالم و روزگار دیده چگونه میتواند همسر و کلیم و 2 نبیره خردسال خود را با دستان خود بوغی کرده بکشد. از پلیس روز 5 میون خبر داد که این فرضیه در حقیقت باطل برآمد و در اصل قاتل یا قاتلان پس از کشتار با مقصد گمراه کردن مفتشان و پنهان داشتن عیز خود جسد پدر خانواده را آویختند و حالا کارمندان حفظ حقوق قاتلان را میجویند. همین طور شب 16 به 17 اپریل در جماعت غفورجان ارتقاف کون بادام جسد زن و شوهر را در خانه‌شان با علامت‌های مرگ مجبوری پیدا کردند. سبب کشتار و قاتلان این زن و شوهر را تا حال معلوم نکردند و بالاخره شب 28 و 29 مای در دهه سنجدزار و جهانزیب در جماعت لاهوتی در یک شب 6 عضو 2 ایله از جمله 2 نابالغ را بی‌رحمانه کشتند. به گفته مقامات همه آنها را بوغی کرده کشتند. در دهه جهانزیب قاتل همشیره طبی محبوبه احمدوی 38 ساله و 2 فرزند نابالغ او دخترش نازنین احمدوی 16 ساله و پسر 14 ساله‌اش دمیرجان احمدوف را به هلاکت رسانیدند. در دهه سنجدزار 3 عضو اویله قرقستبار معاون مدیر مکتب رقم 28 این دهه زلیخا ابراهیموی 54 ساله، برادر 46 ساله او عبدالفتاح ابراهیموف و همسر برادرش قربانگل ابراهیموی 45 ساله را به قتل رسانیدند. آن شب در خانه احمدوف 3 کودک از جمله یک طفل 8 ماهه نیز بود، ولی قاتل یا قاتلان کودکان را دست نرسانیدند. مکرم احمدوف خوشدامن محبوبه احمدوف در صحبت با از پلیس گفت اویله پسرش با کسی خصومت نداشت و حدود 20 سال یک زندگی آرام و آسوده داشتند. مکرم آوازه ها درباره دزدی مبلغ کلان را از خانه کلینش در شب کشتار رد کرد. به گفته او پسرش بهادر احمدوف تازه ماه اپریل سال روان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته بود و یک مهاجر عادی بود. جسد محبوبه احمدوف و کودکش را همسایه ها در خانه های علایده پیدا کردند. جسد محبوبه احمدوف و فرزندانش نازنین و دمیرجان را روز 3 ایون در قبرستان دهه جهانزیب به خاک سپردند. مکتب قرقیزی رقم 28 دهه سنجدزار حالا به یک نوع ستاد مقامات قدرتی که این حادثه را تحقیق میکنند مبدل شده است. آموزگاران و خوانندگان این مکتب را موقتا به مکتب دیگر گذرانیدند.
از ستاد کسی حاضر نشد که با ژورنالیستان صحبت کند و توصیه دادند که به ریاست ولایتی مراجعت نماییم، اما در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به دلیل خلل نرسانیدن به تفتیشات از شر این قتل‌های پر سر و صدا در کون بادام فعلا خودداری کردند. در بین دو شرکت چینزر از صاحبکار چینی و نقش از تاجیکستان بحث مالی سر زده است. چژن چوسین صاحبکار چینی و مدیر شرکت چینزر میگوید کارشریک تاجیکستانیش نقش از دادن $400,000 سرپیچی میکند. مدیر اجرایی این نقش در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت پس از پرداخت نصف پول توافق شده شرکت با مشکلی مالی روبرو گشت و به زودی قرض مانده را خواهد پوشاند. صاحبکار چینی در سال 2016 به وسیله یک ترجمان برای استخراج اطلاع از کان شوگناف به شرکت نقش سرمایه گذاری کرده است. شرکت او به نام چینزر نیز همان سال در اداره های دولتی تاجیکستان نامنوی شده. گفته می شود مالک شرکت نقش از نزدیکان خانواده رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان است. صاحب شرکت چینی می گوید پس از توافق با کمیته تجارتی پکین به عنوان سرمایه گذاری خصوصی با نقش همکاری را آغاز کرد، ولی با سرمایه گذاری $3 میلیون همکاری دو جانبه به مشکلی روبرو گشت. بعد از آغاز بحث و تلاش چند ساله با امرالدین نقشوف مدیر شرکت نقش به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه خرج شده به من $800,000 میدهند و دیگر برای مبلغ دعوا نمیکنم. با وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان همگی $400,000 برگردانیدند و بس. میگوید چژن چوسین در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به یادداشت دیپلماتی سفارت چین در دوشنبه از 2 ینور سال 2024 ذکر شده است که شرکت نقش و چینزر به سازش رسیدند که بقیه پول تا 3 ینور سال 2024 برمیگردانند. بانو چژن میگوید با گذشت زیاده از 4 ماه از وعده آخرین دیگر امرالدین نقشوف را پیدا کرده نمیتواند. مدیر اجرایی نقش وعده میدهد که باقی مانده مبلغ را برمیگرداند، اما کی نامعلوم. 5 سال باز منتظرم، از بانک‌های چینی قرض دارم، برگشته نمیتوانم. نماینده شرکت نقش در صحبت تلفنی وجود این بحث را تصدیق کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. هم صحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیوی آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خواهان حل آن شد و یک شرکت حقوقی چین نیز وارد بحث شده از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری میکنند. جانب‌های بحث تایید کردند که روزهای نزدیک با هم دیدار و موضوع را بررسی میکنند. این بحث در حال سر زد که شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی در چندین کان طلا و معدن‌ها شریک طرف تاجیکستانند. با آنها امتیازهای زیاد داده شده است. این بحث میگوید یک کارشناس تاجیک میتواند به فضای سرمایه گذاری و ایمیج دولت تاثیر رساند. چون این واقعه ها به فضای سرمایه گذاری نهایت خطرزا است. سرنوشت این سرمایه گذار میتواند برای سرمایه گذاران دیگر نمونه شود که پیش از آن که در اقتصاد ما یگان تنگه دهند 10 بار فکر کنند. میگوید فاضل جان فتولایف. در گذشته نیز چنین بحث ها با سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها به میان آمده بود. یکی از سبب‌های اساسی ناشفاف بودن همه روند سرمایه گذاری و تقسیم درآمد است. اگنچه مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان روز 6 ایون سال 2024 از بازداشت جمالالدین نبیف رئیس جماعت شهر مسکو مرکز مأموری نویه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان برای گرفتن پاره خبر داد. گفته می شود که ماه فوریه سال جاری هنگام بازداشت از منصبدار بلندپایه همکنون می توان گفت سابق مبلغ 99,500 تومانی یا $9,000 پول پاره گرفتش همچون دلیل شایعی گرفته شد. تفتیش این پرونده الکی به انجام رسیده برای بررسی به دادگاه سپرده شده است. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیا در شرح این قضیه گفت با گذراندن چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی معین کرده شد که رئیس جماعت شهرک مسکو نویه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان نبیف با استفاده از وکالت منصبی ماه فوریه سال 2024
برای جدگذاری و جدا کردن قطعه زمین جهت ساختمان سیخ استحصالی و دوزندگی در حدود همین جماعت از شهروند خ مبلغ 100,000 سومونی را به صفت پورا طلب نموده ایستاده است. در این اثنا خود همون وقت از حساب کارمندان اگنتی گروه اپراتیوی تفتیشاتی تأسیس داده شده. نبیف بعد به صفت پورا گرفتن مبلغ 99,500 سومونی از شهروند خ در اتاق کوری خود دستگیر گردیده. این مبلغ از او همچون دلیل شیعی یافت و گرفته شد. در رابطه به ولایت مذکور نسبت به جمال‌الدین نبیف بر اساس ماده 319 قسم 4 بند گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از جانب شخصان منصبدار به مبلغ بزرگ پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این پرونده بعد انجام تفتیش پیشگی و تصدیق شدن فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه ارسال گردید. به نبیف بر اساس قسم 4 ماده 319 همچون جزا از 7 تا 12 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت 5 سال تعدیل می‌کند. تاجیکستان در عموم یکی از فساده‌ترین دولت‌های دنیا دانسته شده. امسال در رده‌بندی جهانی در بین 180 کشور از لحاظ سطح کروپسیا در مقام خیلی پست 162 یعنی در بین 20 کشور از همه فسادزده جای داده شد. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. نشریه امکا لنینگرادسکای اوبلاست روز 6 ایون سال 2024 با تکیه به یک منبع در مقامات حفظ حقوق این منطقه خبر داد که در شهر ولاخ و ولایت لنینگراد یک کودک 1.5 ساله به سبب او را به نظارت گذاشتن والدانش از تریزه قبط 4 بنا استقامتی به زمین افتاده است. منبع نشریه گفته است که کودک هنگام بازی وزنش را بالای تور ضد خاموشک‌ها پرتافته است ولی تور به وزن کودک تاب نآورده کنده شده است و کودک از قبط 4 به زمین افتاده است. طفل معصوم را با جراحت‌های جسمانی در نتیجه افتادن از بلندی در بیمارستان شهر ولاخ و بستری کردند. وضع او وزنین ارزیابی می شود ولی خود این را که این طفل بعد افتادن از قبط 4 بنا زنده مانده است طبیبان معجزه می نامند. معاین کرده شد که عائله این کودک پوره و سالم بوده. پدرش شهروند تاجیکستان همچون کارگر عادی در شهر ولاخ و رسما ثبت نام شده است. مادرش که نیز شهروند تاجیکستان است به پیش شوهرش به مهمانی آمده بوده است. خبر داده است منبع امکا. این منبع افزوده است که مفتشان از جای حادثه تور ضد خاموشک را نیز برای تشخیص بردند تا که تمام جزئیات و سبب این حادثه را معاین کنند. تفصیلات دیگر این حادثه ناخوش آورده نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج و اساساً به روسیه می روند. آنها هر سال به وطن چندین میلیارد دلار پول میفرستند. این مبلغ‌هایی که از خارج و اساساً از روسیه با شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده میشوند یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم یک عامل اساسی حرکت عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته می شود. هزاران نفر از مهاجران تاجیک همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به مهاجرت میبرند. شب چهارشنبه 5 ایون سال 2024 ساعت 22:53 دقیقه در شهر پاتروبیتسه واقع در 110 کیلومتری شرق شهر پراگ پایتخت جمهوری چخیا قطاره مسافربر شرکت ریگوجت که از پراگ به شهر چوپ اوکراین حرکت داشت به قطاره بورکش شرکت رای اوهن جمهوری چخ سر به سر زده است. در نتیجه صدمه 4 نفر به هلاکت رسیده 27 نفر را با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان‌های پاتروبیتسه و شهرهای همسایه خرودیم و خردیس کارلووا بستری کردند. وزارت کارهای خارجه اوکراین روز 6 ایون تصدیق کرد که دست کم 2 زن هلاک شده شهروندان اوکراین بودند. در عموم در قطار مسافربر 380 نفر حرکت داشتند. در بین آسیب دیدگان کودکان نیز هستند. برخورد دو قطار چنان شدید بود که از هر دو قطار چندین وگان از راه آهن بیرون گردیده قسمی از آنها چپه شدند. قطار مسافربر ریگوجت از 13 وگان عبارت بود. وگان اول این قطار کاملا پچق شد و بیشتر قربانیان نیز از همین وگان بودند. قطار بورکش از 21 وگان عبارت بود و 500 متر درازی داشته است. در جای حادثه 36 دسته سوختارنشان‌ها، 2 چرخبال نجات دهنده و 10 ماشین یاری تاجری از جمله از شهر همسایه خردیس کارلووا به آسیب دیدگان کمک رسانیدند. نجات بخشان در نوبت اول آسیب دیدگان را از وگان‌ها برآورده کمک اولیه را
به آنها در خود همانجا در نزد واگن‌ها رسانیدند. به مسافرانی که از صدمه جان به سلامت بردند تا زمان پوره برآوردن مسافران آسیب دیده اجازه ترک واگن‌ها را ندادند تا که به عملیات نجات‌دهی خلل نرسانند. پتر فیالا سروزیر چخیا با اظهار همدردی به قربانیان این فوجیه گفت برخورد قطارها بدبختی بزرگ است. ما هم در فکر قربانیان و آسیب دیدگانیم. ناظرات راه آهن چخیا سیگنال سرخ سمافور را صرف نظر کردن و به حرکت ادامه دادن راننده قطار مسافربر را سبب احتمالی این صدمه نامیده است. رهبر شرکت ریگوجت ردی میانچو نیز به پیوندان قربانیان اظهار همدردی کرد و گفت شرکت آماده است به آسیب دیدگان کمک همه‌جانبه برساند و تاوان پرداخت کند. او همچنین جهت ارائه تمام کمک لازم برای تحقیق این حادثه اظهار آمادگی کرد. بعد شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین چخیا به بیش از 5 میلیون پناهجوی اوکراینی در قلمروش پناهگاه داد. اکثر آنها زنان و کودکانند. مروارید قاسمووا نخستین کارگردان زن در سینمای تاجیک، مؤلف فیلم‌های در زمانش مشهور چون تابستان سال 1943، جورا سرکار، 4 نفر از 4 سنگ و مرد متعلق 2 زن، روز 4 یونیو سال 2024 در سن 86 از عالم چشم پوشید. مروارید قاسمووا سال 1992 به این سو در بلاروس زندگی میکرد. مروارید نعیمووا قاسمووا 2 اپریل سال 1938 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. پدر او تاجیک و مادرش تاتار بود. مروارید قاسمووا سال 1956 به وگیک دانشکده سینمای شهر مسکو داخل شد و او را به استخوان‌های پذیرفتند که مربیانش 2 کارگردان شورتیار دوران شوروی الکساندر داوژنکا و میخائیل چیاورلی بودند. مروارید قاسمووا در وگیک با چنین ستاره‌های آینده سینمای شوروی چون اوتار ایوسیلیانی، لاریسا شپیتکو، ویکتور توروف، گیورگی شنگلیا، گونر پیسیس همسبق بود و در خوابگاه با 2 ستاره دیگر آینده لیدیا فیادوسی و شوکشینا و لیودمیلا گورچنکا در یک حجره میزیست. خودش قصه میکرد که حسن و ملوحتش داوژنکا را آنچنان مات و مبهوت کرده بود که او را به یگان پرس و پوس به گروه خود گرفت و میگفت که این دختر حتی اگر کارگردان نشود با این حسنش نطاق تلویزیون میشود. کارگردان شورتیار سرگئی گراسیموف نیز مفتون حسن این دانشجوی تاجیک شده اظهار حیرت میکرد که چرا این دختر با چنین حسن در گروه کارگردانها تحصیل میکند. جای او هنرپیشه سینماست. اما مروارید قاسمووا در استخوان‌های داوژنکا و چیاورلی ماند و بعد ختم تحصیل با دیپلم کارگردان به دوشنبه برگشت و در تاجیک فیلم به کار پرداخت. طی فعالیت ایجادی خود مروارید قاسمووا 16 فیلم هنری و 3 فیلم مستند ساخت که اولین فیلمش قلب یخین پامیر بود و از مشهورترین فیلم‌های هنریش تابستان سال 1943، جورا سرکار، 4 نفر از 4 سنگ، بود نبود در صنف یکم بود، ایز دینازور به کجا میبرد و مرد متعلق 2 زن آخرین فیلم او در تاجیکستان و یکی از آخرین فیلم‌های تاجیک فیلم در زمان اتحاد شوروی بود. سال 1992 وقتی تاجیکستان به آتش جنگ برادرکشی فرو رفت، مروارید قاسمووا با مادر پیرش ترک کشور کرد و با دعوت همسبقش ویکتور توروف به مینسک کوچید. او در بلاروس فیلم به فعالیت ایجادیش ادامه داده تا سال 2006 یعنی تا سن 68 به تهیه فیلم‌ها ادامه داد و سپس بازنشسته شد. سال 2018 وقتی در بلاروس 80 سالگی مروارید قاسمووا را با تنتنه تجلیل کردند، در شب ایجادیش در اکادمی صنعت بلاروس کسی از تالار از او درباره آرمانی که در دلش هنوز باقی است پرسید. مروارید قاسمووا در پاسخ گفت میخواهم یک بار دیگر دوشنبه رو بینم، در کوچه‌هایش قدم زنم. آرزویی که این استاد شورتیار سینمای تاجیک اکنون با خود به گور میبرد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.